سلام. امروز میخواهم با تو درباره اینکه چطور میتونی کمتر در فضای مجازی باشی و زمانت را بهتر مدیریت کنی صحبت کنم. این مسیر ممکن است در ابتدا سخت به نظر برسد، اما اگر آرام و پیوسته پیش بروی، میتونی کنترل زمان و زندگی خودت را پس بگیری و ذهن آرامتری داشته باشی. قبل از هر چیز، هدف خودت را مشخص کن. از خودت بپرس چرا میخواهی کمتر آنلاین باشی؟ آیا میخوای وقت بیشتری برای خانواده و دوستانت داشته باشی؟ آیا میخوای استرس و اضطرابت کمتر شود و ذهنی آرامتری داشته باشی؟ یا فقط میخوای شبها راحتتر بخوابی و کیفیت خواب بهتری داشته باشی؟ وقتی هدفت روشن باشد، هر تصمیمی که میگیری راحتتر و منطقی‌تر میشود. یک دفترچه یا کاغذ بردار و هدف خودت را بنویس. هر وقت وسوسه شدی یا حس کردی نمیتوانی، به آن نگاه کن و یادآوری کن که چرا این مسیر را شروع کردی. این کار به تو انگیزه می‌دهد، تمرکزت را بالا می‌برد و کمک می‌کند به جای وقت تلف کردن، زمانت را برای چیزهای مهم زندگی صرف کنی. بعد اعلان‌ها را خاموش کن. همه صداها و ویبره‌هایی که مدام حواست را پرت می‌کنند، انرژی تو را می‌گیرند و باعث می‌شوند زمان ارزشمندت بیهوده هدر رود. اعلان‌های غیر ضروری را حذف کن و فقط آنهایی را نگه دار که واقعاً مهمند، مثل پیام‌های کاری یا تماس‌های فوری. با این کار میتونی بدون حواس پرتی کار کنی، آرامش بیشتری داشته باشی و وقتت را بهتر مدیریت کنی. اگر گوشی همیشه کنار دستت باشد و هر صدا تو رو متوقف کند، حتی چند دقیقه کوتاه هم طولانی و خسته کننده می شود. حالا زمانت را برنامه‌ریزی کن. یک بازه مشخص در روز تعیین کن که فقط در آن زمان به شبکه‌های اجتماعی سر بزنی. مثلا نیم ساعت بعد از نهار یا یک ساعت قبل از شام. سایر اوقات گوشی را کنار بگذار و به کارهای واقعی زندگی برس. اگر لازم شد، تایمر بگذار تا زمانت رعایت شود و وسوسه کمتر شود. وقتی زمانت محدود باشد، استفادهت از فضای مجازی کیفیت بیشتری پیدا می‌کند و کنترل بیشتری روی خودت داری. می توانی برای شروع حتی چند دقیقه کوتاه روزانه اختصاص بدهی و آرام آرام این زمان را کم یا زیاد کنی تا به حد ایدئال برسد. به یاد داشته باش که تغییر عادت زمان میبرد. صبور باش و خودت را سرزنش نکن. هر قدم کوچک، حتی اگر خیلی کوتاه باشد، یک موفقیت است و تو را به هدفت نزدیکتر می کند. می توانی هر روز یک یادداشت کوچک از پیشرفتت داشته باشی و موفقیت‌های کوچک خودت را جشن بگیری. با رعایت این موارد ساده میتونی آرام آرام کمتر به فضای مجازی وابسته شوی. ذهنی آرامتری داشته باشی، خواب بهتری تجربه کنی و کنترل زمانت را پس بگیری. این مسیر یک قدم به یک قدم است و هر حرکت کوچک تو را قوی‌تر می‌کند. اگر بخواهی، می توانم نسخه کامل 10 مرحله طولانی‌تر و حتی جذابتر برای وایس اوور آماده کنم که تمام نکات عملی ترک فضای مجازی را داشته باشد.